پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دختری داشتند به نام فاطمه. تنها فرزند پیامبر که باقی ماند فاطمه بود و فاطمه با علی علیه السلام ازدواج کرد. حاصل ازدواج امام علی و حضرت زهرا که امام علی بهترین یار و بهترین صحابه پیامبر بود، در منابع شیعه و سنی این نقل شده است، با حضرت زهرا سلام الله علیها که او کوثر نام گرفته، این دو با هم ازدواج کردند. حاصل ازدواج اینها فرزندانی شد که امام حسن امام دوم و امام حسین امام سوم پس از ایشون می باشد. امام حسین علیه السلام در حق طلبی و شجاعت برای حق طلبی شهره تمام تاریخ اسلامی است. امام حسین به خاطر حق طلبی خون خود و خانواده خود را در کربلا ریخت تا حق جاودانه بماند. برای بزرگداشت نام و یاد شهادت امام حسین علیه السلام در سرزمین کربلا در روز عاشورا مسلمانان همیشه عزاداری میکنند و این عزاداری به خاطر بزرگداشت امام حسین و کار بزرگ او بود که علیه ظلم و بی‌عدالتی و برای آزادی انجام داد. کسی که هیجان دارد این هیجان درونیش در رفتار خودش نشون میدهد. کسی که قصه امام حسین علیه السلام را خونده باشد، کسی که ببیند چگونه یک فرد در راه حق طلبی ایستادگی کرد، نه تنها جان خود را داد که جان فرزندان خود را داد، که حتی خواهرش و اعضای خانوادهش اسیر شدند، اینجا میفهمد که مصیبت امام حسین مصیبت بسیار دردناکی است. قصه مصیبت امام حسین را حتی اویی که شیعه نیست، حتی اویی که مسلمان نیست اگر بشنود گریه می کند. پس گریه کردن یک مقوله مذهبی و دینی نیست، یک مقوله انسانی است. شما همین امروز هم یک فیلمی ببینید که برای یک مظلومی ظلم شده گریه می کنید. گریه کردن برای امام حسین پس یک احساس انسانی است که در هر انسانی که قصه کربلا را بداند اتفاق می افتد. شاید بپرسید پس چرا بعضیا گریه نمی کنند؟ چون اینها قصه دردناک کربلا را نمی دونند. کسی قصه دردناک کربلا را بدونه حتما گریه میکنه. و یادمون باشه گریه کردن یک معنا هم دارد. گریه کردن یعنی اینکه حداقل ترین همراهی با امام حسین علیه السلام. حداقل ترین همراهی این است که در حدیث هم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که اگر نمیتوانید مظلومی را کمک کنید، حداقل بر حال او غمگین باشید، نخندید بر حال او. ما اگر نمیتوانیم بر حق کمک کنیم، حداقل محزون باشیم بر حال او، حداقل گریه بکنیم. گریه کردن حداقل و مانیموم حمایت از حق طلبی و حقیقت است. البته گریه کردن به ما یاد میدهد که باید بالاتر برویم و در سطح بسیار بالا از حق طلبی، شهادت، مظلومیت، عدالت، آزادی و امام حسین حمایت کنیم. شیعیان در روز عاشورا به خاطر سال روز قمری شهادت امام حسین علیه السلام در سرزمین کربلا مراسم هایی برگزار میکنند نشون دهند که اونها وفادار امام حسین هستند. هر کدوم سعی میکنند با یک آیین ها، برنامه ها و مناسکی این دلدادگی خودشون رو به کربلا نشون بدن. میخوان نشون بدن که چقدر از ظلم ناراحتند، میخوان نشون بدن که چقدر طرفدار عدالتند. مثلا کاری که میکنند نمادهای عاشورا را احیا میکنند، علامت دست رو در پرچم ها میذارن تا نشون بدن که دست امام حسین که بریده شد، یا بازوان ابوالفضل عباس را نماد میگیرند تا این بازوان تا لحظه آخر
برای حمایت از امام حسین علیه السلام در تلاش بود. شیعیان در روز عاشورا بانوان لباس مشکی می‌پوشند تا نشان دهند که چقدر در روز عاشورا برای حضرت زینب دختر امام علی علیه السلام و دیگر بانوان اهل بیت چه ظلم‌هایی رفت. شیعیان در روز عاشورا وقتی که آب می‌خورند گریه می‌کنند، وقتی که آب می‌خورند به یاد امام حسین علیه السلام می‌افتند، یا حسین میگن. چرا؟ چون در روز عاشورا برای امام حسین آب ندادند. بلند شو قربونت برم، وایسا. واسه رفه این بچه حتما شیرشو خورده. مادر اگه بچه رو بخواد به کسی بسپره حتما شیر میده بعد بچه رو میسپره. واسه رفه آتش لبت بابات. بگی من یه چیزی بگم، نگاش کنید. این بچه رو نگاه کنید. بلند شو. این بچه رو نگاه کن، زیر گلوش هم نگاه کن. در هر فرقه و هر مذهبی در دنیا، چه در بین مسلمانان، چه در بین مسیحیان، چه در بین بوداییان، چه در بین هندوها و چه در بین سنیها، چه در بین شیعیان، ما افرادی پیروی داریم که اینها میگن ما پیرو این دین هستیم، ولی رفتاری که انجام میدهند بر اساس آموزه های اون دین نیست. اشکال ما این است که میخواهیم دین را بر اساس پیروانشان بشناسیم، نه بر اساس آموزه ها و باورهای خودشون. شما امروز همه ما مسلمانیم، تو، من، همه مسلمانیم. آیا همه رفتارهای ما شبیه رفتار پیامبر است؟ آیا همه ما مثل پیامبر نماز میخوانیم، مثل پیامبر قرآن میخونیم، فرق داریم. حالا کسی رفتارهای پیامبر میگفت دروغ نگویید، پیامبر میگفتش که خیانت نکنید، پیامبر میگفتش که این گونه باشید. آیا همه رفتارهای ما این گونه است؟ حالا کسی حق دارد به خاطر رفتار اشتباه من بیاید بگوید که اسلام غلط است؟ این بسیار حرف نادرستی است. ما اگر میخواهیم اسلام را بشناسیم باید اسلام را از حرفهای پیامبر، از رفتار پیامبر بشناسیم، نه یک کسی که اسمش مسلمان است و میگوید من مسلمانم و رفتار او شبیه نیست. درباره شیعیان همین گونه است. ببینید ما برخی شیعیان داریم که ممکن است رفتارهای نادرست انجام بدن، ولی هیچ کس حق ندارد شیعه رو به خاطر رفتار غلط یک فرد شیعه داوری بکنند. بیایم ببینیم علمای بزرگ شیعه درباره شیعه چه میگویند. بیایم ببینیم سیره اهل بیت چگونه بوده است. خب ما میبینیم که بعضی از این نوع عزاداری هایی که شما گفتید، این بعضی از این عزاداری ها را فقهای شیعه نمیپذیرند. شما عالمای بزرگ شیعه، مجتهدهای بزرگ شیعه، آیت الله های شیعه رو ببینید، کدام یک از اینها بعضی از این نوع عزاداری ها را انجام میدهند؟ انجام نمیدهند. امروز جهان اسلام از فقر رنج میبرد. امروز دنیا، نه فقط جهان اسلام، از خشونت رنج میبرد. امروز جهان نیازمند صلح است. امروز محیط زیست نیازمند ماست. اینجا من نباید بگویم که فقط حرف شیعه رو گوش کنید. عالمی سنی که در جاکارتا زندگی میکند و عالم حنفی که در ترکیه زندگی میکند، عالم حنبلی که در سعودی زندگی میکند، ما باید همه حرفامون رو بیاریم روی میز و بگیم این فهم من از اسلام، او بگه فهم من از اسلام این است. همین فهم‌ها رو کنار هم بذاریم
تا به حقیقت اسلام برسیم و بیایم بگیم که دنیا اینگونه ما میتونیم مشکلات حل کنیم. پس تقریب مذاهب ممکن است یا نه؟ جواب روشنه. تقریب مذاهب به معنای تغییر مذهب، همه بیاند سنی ها شیعه بشند یا شیعه ها سنی بشند، این impossible. Absolutely. سیره پیامبر بود. پیامبر چگونه صحبت میکرد؟ میگفت انا او ایاکم، من یا شما، لعلا هدن، یا بر هدایتیم لا بر ضلال مبین. بیایید با هم راهو بشناسیم. امروز تقریب چگونه ممکن است ما بیایم بگیم که همه دنبال حقیقتیم، معلوم نیست من بر حقم یا بر تو، بیا با هم گفتگو کنیم. اما وقتی همه خودمون رو حق مطلق بدونیم، تقریب ممکن نخواهد بود. پس تقریب ممکن است به شرط اینکه همه خودمون رو حق مطلق ندانیم و همه به دنبال حق باشیم. اون وقت است که میاییم اندیشه هامون رو روی میز میذاریم. مشکلات جهان اسلام هم پشت سر من حل خواهد شد. یادمان باشد فقط با اندیشه من مشکلات حل نمی شود. من به اندیشه تو هم نیاز دارم، تو هم به اندیشه من نیاز داری. بیایید کنار هم اندیشه هایمان را زنجیر کنیم و با این زنجیرها بشر را از چاه نجات بدیم. و قرآن به خاطر این میگه واعتصموا بحبل الله، تناب بسازید، اندیشه ها را کنار هم قرار بدهید. با یک نخ انسان نجات پیدا نمی کند، باید حبل ساخت، یک تناب ساخت و امروز ما به این نیاز